خوشمون بیاد یا نیاد پای رفاقتشون با اسرائیل ایستادن. قبل از اینکه اسرائیل به کشور ما حمله کنه 2 سامانه تات فرستادن به خاک اسرائیل و این پیام رو دادن که اگر ایران بخواد حمله کنه ما کنار اسرائیل هستیم. روس‌ها ادعا میکنن که دوست ما هستند، ادعا میکنن که میخوان با ما قرارداد راهبردی ببندن، ادعا میکنن که در تمام این سالها کنار ما بودن. هر زمان تو اوکراین به مشکل خوردن، به فلاکت خوردن، در باطلاق جنگ اوکراین فرو رفتن، بدو سراغ ما اومدن، پهپاد خواستن، کروس خواستن، همه چی. در شبی که اسرائیل به ما حمله کرد پدافند ارتش ما تنها بود، تنها. نه اس-400 به ما داد، نه سوخو 35. موضع وزارت خارجه دولت آقای دکتر پزشکیان در قبال این بیشرفی آشکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور متجاوز روسیه چیست؟ اولا من خواهش میکنم دوستان سوال مطرح بکنن. اینجا صدور بیانیه‌های سیاسی رو بذارن بر عهده وزارت امور خارجه. 2 در صحبت‌ها بسیار مهم هست که این جمع فرهیخته است و در بیان پرسش‌ها من خواهش میکنم که رعایت نزاکت‌های معمول رو حتما داشته باشیم. 3 فارغ از سوال شما، یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران که محصول خون هزاران شهید هست و محصول پایمردی مردم ایران و فکر میکنم این نکته است که واقعاً باید به خاطر همه ایرانیان سپرده بشه و به نسل‌های آینده منتقل بشه، این هست که جمهوری اسلامی ایران متکی به قدرت خودش هست. جمهوری اسلامی ایران در این 45 سال تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، نه فقط تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های تسلیحاتی. و ما افتخار میکنیم که هر آنچه انجام دادیم متکی بودیم به نیروهای شجاع و جانبرکف پدافند خودمون، نیروهای مسلح خودمون. و فکر میکنم این راز ماندگاری و راز بقای یک کشور هست. ما هیچ وقت امنیت خودمون رو از جایی خریداری نکرده ایم. ما حتما با کشورهایی که در ارتباط هستیم، کشورهایی که رابطه خوب داریم، دوستانمون، از امکانات همدیگه استفاده میکنیم، ولی نهایتاً اون چیزی که ما رو بیمه میکنه، مردم ما رو بیمه میکنه، امنیت ما رو بیمه میکنه، اتکای به توانمندی‌های خودمون هست.